میگردانند. این شایستگی رفتن به بالا را نداره. به منزل بعدی که اگر اهل غیبت باشه بر میگردان، اهل بهتان باشه بر میگردانند. امام صادق میفرماید اگر نمازگزار بر تربت حسینی سجده کند، وقتی نماز رو میبرن بالا، وقتی ملائکه میخوان بیان تفتیش کنن، از جلد 5 صفحه 366 در روایتی هست، باز مرحوم شیخ العاملی در وسائل جلد 5 صفحه 366 میگه کان الصادق علیه السلام لا یسجد الا علی تربت الحسین. امام صادق در نمازش فقط بر تربت حسین سجده میکرد، تذللا لله و استکانة الیه، به خاطر اینکه در برابر خدای عالم ذلت و استکانت و خضوع و خشوع خودش رو ثابت کنم. در اینجا من یک جمله رو هم عرض کنم و ردشم که امام صادق فرمود من اراد الله بعبد الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خدا هر بنده ای را دوست داشته باشد در قلب او عشق حسین را جای میدهد و علاقه به زیارت او را. و من اراد الله به السوء قذف فی قلبه بغض الحسین. و بغض زیارته. اگر خدای عالم بخواهد بنده ای را از رحمتش مأیوس کند و بدبختی را برای او رقم بزند و خاطر کارهای زشتش، در قلب او بغض حسین را قرار میدهد و بغض زیارت او را. وسائل جلد 14 صفحه 496. علی ای حال این روایات کاملا نشان میدهد که ائمه علیهم السلام برای حسین و تربت حسینی چه عشق و علاقه داشتند. امشب دوستان، عزیزان، بینندگان، شیعه، سنی، وهابی، یک چند لحظه این تعصبات مذهبی رو بگذاریم کنار. گیریم حسین فرزند پیغمبر نبود، گیریم حسین حجت خدا نبود، گیریم حسین مسلمان نبود، نستجیر بالله، یک انسان بود. آیا با انسان این چنین برخورد میکنن؟ 72 انسان در برابر 30,000 جمعیت. یک لحظه عزیزان این قلبتون رو ببرید کربلای حسین. امشب الان هر کجا هستید، کنار زن بچه، اهل بیتتون در کنار شماست، بچه های شما دارن به شما نگاه میکنن و شما نظارگر بچه هاتون هستید. یک لحظه ببینید بچه های ما در این ساعت و در این لحظات در چه حالی هستند، در چه شوری هستند. بچه های قد و نیم قد، بچه های وابسته به پدر. اجازه بدید من یک جمله ای رو عرض کنم. این رو در تاریخ 14 معصوم جواد فاضل رضوان خدا بر او باد من دیدم. یکی از بچه های حسین که رقیه نام دارد، همین رقیه‌ای که با این دستان کوچکش بساط یزیدی را رسوا کرد و مفتضح کرد و با اون قبر کوچکش که در بالای آن نوشته شده زائرین قبر من این شام عبرت خانه است، قبر من آباد و قصر دشمنم ویرانه است. این دختر از اون جایی که شباهت خاصی به حضرت زهرا داشت، امام حسین علاقه خاصی و ویژه‌ای به این دختر داشت و این دختر شبها به جای اینکه در کنار مادر بیارامد، همواره مقید بود در آغوش پدر میخواد. شب عاشورا این دختر 3 ساله منتظر بود بابا بیاید، باز سرش را در آغوش پدر بگذارد
و بیار آمد. هی منتظر شد، دید بابا خطبه میخواند، سخن میگوید، دعا میکند. یکی این بچه دید که دیگه بابا نمیاد، خوابش میگیره و پشت خیمه با این دستان کوچکش خاک کربلا را جمع کرد، اون صورت کوچکش را گذاشت بر روی خاک آرمید. من نمیدانم این بچه با اینکه شب گذشته پدر را زنده میدید و شاهد سخنهای پدر بود، الان در چه؟ این بچه های قد نیمقد خیمه ها را آتش زدند، بچه ها رو آواره کردند، بچه ها را حتی به تعبیر خود ابن کثیر دمشقی میگه اینها آمدن هرچه اشیاء قیمتی بود غارت کردند و حتی بعضی از زنها برای اینکه دست نامحرم اونها نرسد خودشون لباسهای خودشون و زیورآلات خودشون رو میکندن به این ناکس ها میدادن. زینب کبری سلام الله علیها از اون خیمه های نیم سوخته آمده یک خیمه درست کرده، بچه ها را کنار اون خیمه و یا در درون اون خیمه کوچک ها رو جمع کرده. من یک جمله ای دارد وصال شیرازی، خیلی شعر عجیبی، من خودم همیشه این شعر رو زمزمه می کنم و گریه می کنم. میگه گیرم حسین سبط رسول خدا نبود، گیرم که نور دیده خیر النسا نبود. ای ظالمان امت بیگانگان دین، یک تن از آن میان خدا آشنا نبود. آتش به آشیانه مرغی نمیزنند، آتش به آشیانه مرغی نمیزنند. گیرم که خیمه آل عبا نبود، گیرم نبود سینه او مخزن علوم، آخر ز مهر بوسگه مصطفی نبود. ای پور سعد شوم که از بهر نان ری، دل را فروختی و به چشمت حیا نبود. اجازه بدید یک جمله ای را که خب عزیزان همیشه در عزاداری ها شنیدند و واقعا در میان این همه اسرا و عزیزان زینب کبری سلام الله علیها نمیدانم چه حالی دارد و چه برنامه‌ای. اجازه بدید من یک جمله ای را از یک مسیحی شاعر، مسیحی دلباخته حسین، مسیحی دلباخته زینب کبری سلام الله علیها جناب آنتوان لهدمن جمله ای را بیاورم، ببینید که ایشون چه تعبیری داره. آنتوان بارا ایشون تعبیرشون این هست: دین اسلام بقا و تداوم پیدا نمی کرد اگر حرکت حسینی نبود. بعد تا اونجایی که میگوید زینب، من کتابی نوشتم، زینب صرختون اکملت مسیره، زینب فریادی است که مسیر امام حسین را کامل کرده. و بعد میگوید یک حقیقتی است در کربلا من باید به آن تذکر دهم و اون این که قیام کربلا سرآغازش حسینی بود و تداومش زینبی بود. حضرت زینب نقش بزرگ را ایفا کرد که مکمل نقش برادرش بود. بعد عبارتهای مفصلی دارد، میگوید این که زینب کبری آن دختر صاحب نهج البلاغه توانست در راه اسارت مردم شهرهای مختلف را بیدار کند و آنان را نسبت به آنچه که اتفاق افتاده آگاه سازد، تبلیغات مسمومی که معاویه و یزید بر ضد حسین به راه انداخته بودند خنثی سازد. زینب در مقابل یزید که انسانی نادان بود خروشید و با فصاحت کلام شیوای روشنگرانه خود را شدیداً خرد کرد. در اثر روشنگری های فراوان زینب چه در شام چه در راه بازگشت به مدینه، مسلمانان با عمق فاجعه و عظمت فداکاری برادرش آشنا شدند. از این رو می توان ادعا کرد که نقش زینب
کم اهمیت از نقش برادرش نبود. ولی دوستان عزیز، میان همه دلها امان از دل زینب. امشب این زینب کبرا عقیله بنی هاشم در کربلا چه بر او گذشت؟ میان همه دلها امان از دل زینب، میان همه غمها امان از غم زینب. زینبی که از کوچیکی با غصه و غم و مصیبت قرین بوده، روزی کتک خوردن مادر، شکستن پهلوی مادر، شبانه دفن شدن مادر، از اون طرف فرق شکافته پدر، جنازه تیرباران شده برادر، غم کوچه و سیلی، غم صورت نیلی، غم قد کمانی، غم یاس خزانی، شده قاتل زینب امان از دل زینب. غم غربت شاد خاکی، غم چادر خاکی، غم غسل شبانه، غم بازو و شانه، شده قاتل زینب امان از دل زینب. پرستار ولایت در آن خیمه آتش، پرستار ولایت در آن خیمه آتش، بسوزد دل ماهش امان از دل زینب، امان از دل زینب. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بگذرد این تاریخ همان گونه ای که در گذشته یزید و یزیدیان جز رسوایی برای خود کسب نکردند، عزت و افتخار برای حسین و حسینیان. امروز هم دشمنان اهل بیت که در شبکه‌های ماهواره‌ای ناصبیشون، در سایت‌های اینترنتیشون بنای مخالفت با حسین، بنای مخالفت با عزاداری حسین گذاشت.